دشنام دادن پدر و مادر از گناهان کبیره به شمار می رود و خیلی گناه زشت و ناپسند است. با شنیدن این کلام شاید ذهن شما را سؤال مشغول سازد که چگونه انسان می تواند پدر و مادر خود را که برای انسان بهترین و نزدیکترین افراد هستند دشنام دهد. جواب این سؤال را پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با بهترین انداز بیان فرموده اند. خوب گوش اندازید. از حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند از جمله گناهان کبیره آن است که انسان پدر و مادرش را دشنام دهد. حاضرین پرسیدند که آیا هست انسانی که پدر و مادرش را دشنام دهد؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند پدری کسی را دشنام می دهد پس او نیز پدرش را دشنام می دهد و مادری کسی را دشنام می دهد پس او نیز مادرش را دشنام می دهد. روایت بخاری و مسلم. متاسفانه اخلاق جوانان این امت به درجه پس شده است که پدر و مادر یکدیگر را دشنام می دهند. برادران و خواهران عزیز، از دشنام و حقارت‌های فحش بپرهیزید و این گناه بزرگ را به دوش نگیرید. شما که به این گناه دشنام‌ها عادت کرده اید، گناه آن در پیش شما اندک می نماید، ولی در نزد خداوند گناه خیلی بزرگ به شمار می رود که در روز قیامت از آن پرسیده می شوید ولی جوابی نمی یابید. اگر می خواهی که کسی پدر و مادر و زن و خواهرت را دشنامهای فحش نکند، و پدر و مادر و زن و خواهر کسی دشنامهای فحش مگو. این را فراموش نکن که روز حساب البته می آید و انسان برای هر یک عملی که انجام داده است البته جزا و سزای خود را می گیرد. و السلام علی من اتبع الهدى. ای مادرم فدایت، قربان دست و پایت، یا سلم نجاحی، ای بهترین حکایت. به رویت بوسه دوزم، ای عشق سینه سوزم، یا منبع الرجا.